سلام، فرناز مرادی هستم. امروز در خدمتتونم با یک ویدیو جدید از سری ویدیوهای معرفی املاک دیپلمات الهیه. یکی از خاص‌ترین و لوکس‌ترین ریزورت های منطقه فرشته رو میخوام بهتون نشون بدم. لطفاً توی این ویدیو من رو همراهی کنید. این ریزورت زیبا در زمینی به مساحت 10,000 متر در 3 بلوک مجزا از هم در 12 طبقه مسکونی احداث شده که این 3 بلوک فقط از طریق لابی به هم دیگه ارتباط پیدا کردن. از مشاهدات این برج باغ میتونیم اشاره بکنیم به کوچه باغ اختصاصیش، زمین تنیسش، زمین بازی کودکانش، جاده تندرستیش، پارکینگ های میهمان، استخر و سونا، سالن جیمش، سالن اسکواشش، سالن اجتماعات، روف گاردن و هزاران آپشن دیگه که توی این ساختمون هست که میتونه یه حس خیلی خوبی رو برای زندگی به شما انتقال بده. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم این برج باغ در 3 بلوک مجزا از هم احداث شده که هر بلوک 2 لاین آسانسور اختصاصی خودش رو داره و به همدیگه هیچ ارتباطی ندارن. تنها راه ارتباطیشون لابی هستش. ما توی این برج باغ 6 لاین آسانسور کنه فنلندی داریم. وارد واحد 310 متری این برج باغ شدم. این واحد از اون واحدهایی که خودم خیلی دوست دارم. پلاناش کاملا از هم تفکیک شده است. ما سمت چپمون آشپزخونه رو داریم. اینجا یه فضای صبحانه خوری داریم که ارتباط خیلی خوبی با تراسمون گرفته. این قسمت سرویس بهداشتی میهمان به اضافه کلوزت های میهمان و یک لاندری داریم. روشویی هامون تماما توتو ژاپن و شیرالات هانسکوه آلمان کار شده. خب من وارد سالن اصلی شدم. کف سالنمون سنگای دهبید کار شده. سالنمون نور مستقیم رو از جنوب دریافت میکنه. به خاطر اینکه زمین این برج باغ بسیار بزرگه ما با ساختمونهای مجاورمون فاصلمون خیلی زیاده. در ضمن ما اینجا یه تراس قابل چیدمان هم داریم. وارد تراس شدم. شما از تراس هم میتونید زمین تنیس رو داشته باشین، هم حیاط زیبا و هم جاده تندرستی رو. یک ویو بسیار عالی از ساختمون‌های خاص خیابون فرشته. تیوی روم مجزا این واحد رو با هم دیگه میبینیم. همونطوری که ملاحظه میکنیم این تیوی روم نورش رو از شمال میگیره. شما این تایمی که این قسمت اوقات فراغتتون رو جلوی تیوی بخواین بگذرونید
دید زیبای کوههای شمرون و ساختمان‌های فرشته رو داریم. راهرو پرایوت اتاق خواب‌ها رو می‌بینیم که هیچ ارتباطی با سالن میهمان نداره. ما سمت چپمون یک انباری کوچیک داریم که بسیار کاربردی هستش. این قسمت سمت راستمون 2 تا اتاق خواب داریم با تراس‌های مشترک به اضافه نور مستقیم که این قسمت سمت چپمون سرویس بهداشتی مشترک جفت اتاق خوابمون هستش. به اتاق خواب مستر اصلیمون رسیدم. بعد به ورود سمت چپ کلوزت های فراوانی ما این قسمت داریم. اتاق خواب مسترمون متراژش کاملا ایدئال هستش. این قسمت سرویس بهداشتی به اضافه حمام و یک وان هستش. نور مستقیم دریافت میکنه به اضافه دید کوههای شمر. سیستم هوشمند این ساختمون همگی گویز ایتالیا کار شده که چراغ‌ها، پرده‌ها و تهویه رو از هر نقطه‌ای که شما باشین از طریق تلفن همراهتون میتونید کنترل کنید. خیلی خوشحالم که توی یکی دیگه از ویدیو معرفی من رو همراهی کردین. لطفاً حمایت پیج دیپلمات الهی فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.